خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز یه رسیدگی کوچولو داریم برای موهامون و صحبت در مورد یکی از عجیب‌ترین اتفاقای تاریخ، طاعون رقص. پس بدون اتلاف وقت میریم سراغ ویدیو. خب اول از همه بگم که برای اینکه موهاتون موهای سالمی باشه، آسیب نبینه، در کنار همه مراقبت هایی که برای موهاتون انجام میدین، حتما شونه هاتون رو بشورید و خب شونه های استاندارد استفاده بکنید برای موهاتون که مناسب با جنس و مثلا صافی و فر بودن و حالت داره موهاتون باشه. و اینکه شونهاتون رو بشورید هفته یک بار، مثل لوازم آرایشیاتون، مثل هر چیز محصول دیگه ای که مثلا هفته یه بار بهش رسیدگی میکنین، حتما شونهاتون هم بشورید. خیلی هم کار راحتیه. یه ظرف برمی‌دارین، آب جوش می‌ریزین و شامپویی که به موهاتون میزنین و شونهاتون رو قرار میدین داخلش، یه خورده بمونه. این شامپو آب داغ باعث میشه که حالا اگر چربی سرم یا حالا هر چیزی که به موهاتون زدین یا اصلا چربی خود موهاتون یا کف سرتون که بهش چسبیده تمیز میشه و خب موهاتون آسیب نمیبینه دیگه. شونه سالم خیلی مهمه که تمیز باشه. بعد اینکه شونم، خب شونه های چوبی خیلی شونه هایی هن که مو رو هم مثلا کف سر رو تقویت میکنه که جریان خون بخواد اتفاق بیفته، هم موهاتون رو آسیب نمیزنه. این شونه که شونه چوبی نیست، یه شونه گره باز کنه، چون که الان موهام به شدت گره داره بعد از حمامه. پس اولین کاری که میکنیم شونه کردن موهامون. موها رو خوب با این گره باز کنم، موهامو باز میکنم که بعدش بخوام هر محصولی بزنم به همه موهام برسه. خب قضیه برمیگرده به سال 1518 که توی استراسبورگ که یکی از شهرهای مقدس روم بوده، یه بیماری میاد به اسم طاعون رقص. یعنی شما از خونت میومدی بیرون، میدیدی که یه عده خیلی زیاد از مردم شروع میکنن به رقصیدن و رقصی که بیوقفه بوده، هیچ استراحتی نداشته، هیچ نمیدونم وسطش بخوان آب بخورن، غذا بخورن و هیچ تغذیه‌ای به بدنشون هم نمیرسیده. کل تایم رو داشتن میرقصیدن. زمانی که این طاعون شروع میشه، خب از یه خانومی شروع میشه به اسم لئوفیا، فکر کنم تروفیا توی یه روز گرم تابستونی که اصلا کسی از خونش بیرون نمی اومده، شروع میکنه توی خیابون بدون هیچ موزیکی، آهنگی به رقصیدن. بعد رقص مثلا 10-20 دقیقه نه، ساعت ها میرقصیده و زمانی که شروع میکنه به رقص، آدمای دیگه هم بهش میپیوندن و شروع میکنن همه با هم دیگه حلقه زدن و رقص و رقصای خیلی به شدت طولانی و هیچ استراحتی هم نداشتن. خب و تعدادشون هم خیلی روز به روز داشته زیاد میشده و خب توی این طاعون مثل هر بیماری دیگه‌ای که میاد کشته زیاد داشته دیگه، چون اینا موقع رقص نه آب به بدنشون میرسیده، نه غذا و نه استراحت میکردن. خیلیشون از گرسنگی، از تشنگی، از ایست قلبی که مثلا این فشار رقص زیاد که مثلا استراحت نداشتن سکته میکردن و خب جون خودشون از دست میدادن. خب بعد از اینکه موهاتون رو شونه کردین، من مثلا از عطاری یا حالا جایی که روغنی گیاهی برای مو میشه مثلا تهیه کرد، از این روغنای ارگانیک که برند خیلی خاصی نیستن و خب خیلی جذب بالایی داره، مو رو کامل مرطوب میکنه، باعث میشه که مو نشکنه موقع خواب، موقع حالا اینکه مثلا به گیره میبندیم مو رو. و بعد از حمام که مو به شدت خشکه استفاده میکنم که بخواد حالا عمیقی خیلی موهامو مرطوب نگه داره. قشنگ با دستتون روغن رو همیشه قبلش گرم کنید
و بعد بزنید به موهاتون. حالا این تاون رقص همینجور که داشته ادامه پیدا میکرده و تعداد بالا میرفته و مردم همه توی یه خلسه قرار داشتن، حالا مقامات اون کشور همه شوک زده میشن، وحشت میکنن و خب دنبال راه چاره بودن برای این اتفاق. کاری که میکنن چیه؟ میان یه سری نوازنده، یه سری موسیقی، یه سری نمیدونم ابزارالاتی که برای مثلا مجالس رقص بوده رو میارن وسط و شروع میکنن به نواختن و موسیقی زدن به امید اینکه خب حالا یه تغییر بخواد ایجاد بشه و مردم بخوان بایستن، حالا یه مثلا مختل بشه این زنجیره طاعون رقص. ولی خب بی نتیجه میمونه و خب انگار هیچ تاثیر نداشته. میگم مثلا توی خلسه قرار داشتن که مطمئناً این بیماری باعث نمی‌شده که اینا متوجه اطرافشون باشن، مریضی بوده دیگه. خب بعد از این که این نتیجه نمیده، روغن رفت تو دهنم و خب وقتی که نتیجه نمیده مرگ و میر روز به روز داشته زیادتر میشده. حتی ادعا میکنن که این بیماری توی اوج خودش که رسیده بوده، مثلا روزانه 15 نفر جون خودشون از دست میدادن به خاطر رقص طولانی مدت یا نرسیدن آب به بدن، غذا، نداشتن استراحت و این هی ادامه پیدا میکنه. و بعد از چند هفته خب مرگ و میر که زیادتر میشده و آدم‌هایی که این بیماری رو داشتن هی کاهش پیدا میکرده تعدادشون، به تدریج این متوقف میشه این بیماری و خب هیچ وقت نمیتونن بفهمن که دلیل تموم شدن این بیماری چی بود، چرا تموم شد و یا اصلا چه اتفاقی افتاد که تموم شد. و هیچ وقت اون خانومی که اولین بار این بیماری رو میگیره خب زنده نمیمونه که ازش بپرسن چه حالتی بهت دست داده یا مثلا چه صدایی توی سرت میشنیدی. هیچ کدوم نتونستن از خود کسایی که این بیماری رو گرفتن سوال بپرسن، چون که متاسفانه همشون توی اون دوران جون خودشون رو از دست دادن. خب یه کوچولو دیگه هم ازش میزنم. اگر موهای خیلی خشکی دارید حتما ساقه موهاتون رو به شدت مرطوب بکنید. حتی مثلا تایمی که دارین توی خونه کارتون رو انجام میدید، اگر احساس کردین که ساقه موهاتون خشکه، مرتب بهش حالا آبرسان مو، سرم مو، روغن مو، هر چی که دارید استفاده بکنید. و من حالا دیدم که میگن اگر موهاتون رو به این شکل بگیرید، مثلا بیفته اینجوری قشنگ لخت بشه بیفته، خب مو سالمه. ولی اگر که مثلا اینجوری قشنگ بالا بمونه، میبینید موهای من یه عده‌اش میافتن ولی یه چند تاش، یعنی اکثریتش بالا میمونه چون سالم نیست، خشکه. اینو میگه که مثلا وقتی بهش برسی که ساقه مو لخت بشه و بیفته. این نشون دهنده سالم بودن مو. حالا نمیدونم چه صحت داره ولی شما سعی کنید لخت شه بیفته. خب حالا نظر دانشمندا و مورخان اون زمان چی بوده؟ دین مثل همیشه دین وسط هر ماجرایی هست. معتقد بودن که آدم ها دچار خرافات شدن و خب با خودشون میگفتن که برای اینکه مجازات الهی نشیم یا خدا به قولن قهرش نگیره ازمون، باید برقصیم. انگار که مثلا حالا این پخش میشه بین اهالی اون شهر که باید برقصین تا گناهاتون پاک بشه و یا مجازات الهی نداشته باشین یا حالا هر مسئله‌ای که توی اون دوره بهش اعتقاد داشتن. میگن که یکی از دلایل این رقص پشت سر هم یکیش خرافات دینی اون زمان بوده که مردم از ترس مجازات الهی شروع میکنن به رقصیدن برای بخشیده شدن گناهاشون. خب بعد از اون روغنی که استفاده کردیم، این روغن آرگانو که حالا اون قدرتش بیشتره،
بیشتر مرطوب نگه میداره. اینو یه کوچولو کف دست میریزیم، باز گرمش میکنیم و اینم میزنیم به ساقه مو. کلا روغن تاپی کردن مو به نفع مو، حتما انجام بدید. نظریه بعدی که داشتن میگفتن که یه قارچ که روی غلات رشد میکرده، این قارچه باعث شده که حالا مثلا استفاده بکنن مردم ندونسته و باعث حالا این بیماری و تشنج و نمیدونم باعث تا اونا رقص بشه. یعنی احساس میکردن که این قارچه باعث توهم آدم شده و به خاطر همین این بیماری به وجود اومده. حتی یه سریاشون میگفتن که کار حالا یه عده خاصی بوده که این قارچ سمی رو یا حالا یه مواد دیگه ای رو توی غذاها نوشیدنیای مردم میریختن که مردم بخوان توهم بزنن، یا کار مثلا خود دولت کشور مثلا بوده که توی غذای مردم، غذای ملتش بخواد یه چیز سمی توهم‌زا بریزه که مردم دچار این بیماری و توهم تدریجی بشن. خیلی نظرهای مختلف هستش و یه چیز خیلی خنده‌داری که نظر مثلا آدمای الان بود، نوشته بود توی اون دوره فکر میکنم توی سر همشون چیکار کردی با دلم وای داشته پخش میشده. این ویدیو جدید هست، خیلی ترند شده و من خیلی دوست دارم ببینم چه موزیکی داشته توی سر همشون پلی میشده، چون ولی بیچاره ها خیلی دلم براشون سوخت. بیماری خیلی عجیبیه، چون مثلا تو با گلوله کشته میشی، خب گلوله بوده، همه انتظار اینو دارن که با گلوله یه نفر کشته بشه. نمیدونم سردرد، نمیدونم از کار افتادن کلیه، قلب، مغز، هر کدوم اینا یه خورده آدم یا بیماریایی که میاد مثلا به یه شکلی هستش حداقل که آدم بخواد خودش رو توجیه بکنه که بر اثر چی فوت کرده یا این بیماری حالا از کجا اومده یا چه حالتهایی داره. ولی یه بیماری رقص خیلی عجیب غریبه که مثلا تمام کشورت، شهرت، هر کدوم که این بیماری، حالا حداقل زامبی شدن هم برامون یه خورده جا افتاده. طرف مثلا زامبی میشه، نمیدونم آدم خار میشه یا حالا هر چیز دیگه، ولی اینکه بخواد شروع بکنه به رقصیدن و از رقص بمیری، این دیگه خیلی اتفاقه. شاید الان خنده داره ولی احساس میکنم برای اون دوره برای خودشون به شدت رعب و وحشت به وجود آورده. و حتی این اتفاق جدا از تاون رقص، اتفاقی که توی این مثلا مشابه این بیماری باشه، بیماری خنده بوده توی تانزانیا که مردم بیماری خنده میگرفتن یا شروع میکردن به خندیدن زیاد، انقدر میخندیدن که جون خودشون رو از دست میدادن. حالا ایست قلبی میکردن یا پاره شدن مثلا رگ‌های توی حنجره و گلو و جون خودشون رو از دست میدادن. نظریه بعدی راجع به این توم رقص میگفتن که یه بیماری روانی دست جمعی بوده که جمعیت باعث میشده که اثر بذارن روی همدیگه، که حالا این استرس بر اثر مثلا استرس و خرافات و حالا فشارهای روانی اون زمان مثل قحطی، گرسنگی و نداشتن امکانات و بیماریهای دیگه اصلا به وجود اومده و شاید فکر میکردن که با رقصیدن میتونن درمان بکنن وضعیت مثلا افتضاحی که دارن توی اون دوره رو. و خب جمعیت خودش کلا یه مقوله خیلی عجیبه، چون جمعیت روی همدیگه خیلی تاثیر میذارن، مثل خمیازه کشیدن. شما زمانی که خمیازه میکشی، اطرافیانت هم که کنارتن شروع میکنن به خمیازه کشیدن، بهش میگن خمیازه بلوتوزی. ولی خود جمعیت باعث اثر گذاشتن روی همدیگه میشن، آدم ها کلا روی همدیگه اثر میذارن. شما تصور کن مثلا یه سری ویدیوها یا کتابایی که مثلا میخونیم خیلی توشون هست توی طول تاریخ که جمعیت باعث شده که روی هم اثر بذاره و یه اتفاقی خیلی فجیح به بار بیاد. مثلا یه نفر کاری که یه نفر با یه نفر دیگه دعوا میشه، شروع میکنه کتکش میزنه، چند نفر دیگه میریزن رو سرش کتکش میزنن و این جمعیت روی هم تاثیر میذاره، باعث میشه که این آدم ها تعدادشون زیاد بشه و اون طرف رو کتک بزنن. مثل کتاب آدمخواران ژان تولی
که توی ویدیو اولم راجبش صحبت کردم. اونم یه بیماری جمعیتی بود دیگه، چون این جمعیت باعث میشه که شما حتی ندونی اون طرف کیه و برای چی داره کتک میخوره و اصلا حتی تلاش نکنی که مثلا بخوای بدونی، چون آدم ها همه آگاه نیستن. خیلی وقتا باعث میشه که آدم ها تحت تاثیر همدیگه قرار بگیرن و یه کاری رو انجام بدن. کلا انسان موجودیه که تحت تاثیر همراه خودش قرار میگیره. خیلی خیلی اتفاق زیاد میافته. یا اگر یه جا دعوا باشه، اگر که یه نفر دو نفر باشی، احساس مسئولیت میکنی برای نجات طرف که حالا داره کتک میخوره زیر دست یه نفر. ولی وقتی تعداد زیاد میشه، این اثر تماشا کردنه، این اثر مثلا که هم نوعای تو هم دارن این کار رو انجام میدن، تو هم شبیه به اونا میشی، شروع میکنی نگاه کردن. انگار که مغز میره توی حالت خلسه و باعث نمیشه که تو بخواد تصمیم درست بگیری. کلا جمعیت روی همدیگه خیلی اثر میذاره. اینو حتما حواستون باشه، چون چیزی نیست که آدم بگه برای من اتفاق نمیفته. این تاثیر جمعیت همیشه هستش. خیلی هم بارها شده که یه نفر رو کتک زدن، آدم ها تحت تاثیر همدیگه شروع کردن این کار رو انجام دادن. یه نفر داشته کتک میخورده، آدم ها تحت تاثیر همدیگه قرار گرفتن و شدن تماشاچی. خیلی خیلی این اتفاق زیاد افتاده و لطفاً سعی کنید که آگاه باشید و هیچ وقت دچار این توهم زنجیره‌ای هم نوع خودمون نشید. و خب در آخر نتیجهش این میشه که یه خب هماهنگی عصبی هیستریک بوده و باعث شده که حالا مردم دچار این توهم بشن و شروع کنن به رقصیدن. و خب مطمئناً این بیماری 100% ریشش توی یه مسمومیت حالا قارچی بوده 100%، و یا خب همون دین خرافات که فکر میکردن حالا برای بخشیده شدن گناهشون باید برقصن و مطمئنم دولت کشور داشته دامن میزده به این قضیه، نوازنده میآورده، رقاص میآورده که بخواد مردم رو هی بیشتر تشویق بکنه به رقص و حالا جون خودشون رو بخوان از دست بدن. بعد از اینکه حالا موهامون رو روغن تراپی کردیم، شونه زدیم، من یه دونه از این شیر موه فکر کنم، آره اینم یه نوع روغنه، شیر مو بهش میگن دیگه. این من بیشتر استفاده میکنم برای حالت دادن موها، چون یه خورده مو به حالتی که میدی باعث میشه که بمونه. چون الان میخوام موهامون گیس بخورم، میخوام پایینش موج داشته باشه، قبلش اینو میزنم که حالا هر حالتی که میدم بعدش میخواد بمونه. ولی تو حالت عادی بخوام موهام مثلا باز باشه یا حالا حالت طبیعی خودشو داشته باشه، اینو نمیزنم. یه کوچولو چسبونکی میشه و خب مثلا خشک میکنه مو. من مثلا دوست ندارم موام خشک بشه. اینم از بیماری عجیبی که حالا اتفاق افتاده و خیلی آدم هم جون خودشون، اصلا کلا طبیعت دنیا رو اگه آدم بهش فکر بکنه، از هر راهی که بشه جون آدم ها رو میگیره. نمیدونم، از کرونایی که خودمون داشتیم، از قتل و اصلا مرگومیری طبیعی، خودکشی ها، خیلی آدم ها مرگشون عجیبه. گاهی وقتا به خودم فکر میکنم مثلا حیوونا رو اگه ببینی، یا حالا مثلا عمر خودشون رو میکنن تموم میشه میمیرن، یا حالا مثلا مریض میشن میمیرن، یا ما آدما میکشیمشون، یعنی باعث مرگشون باز ریشه این به قتل رسیدنشون برمیگرده به ما آدما، یا حالا خوی مثلا غریزه و اون چرخه حیوانی که حالا برای تغذیه است جون خودشون رو از دست میدن. ولی ما آدما به هر روشی که بشه داریم میمیریم.
مرگ و میرای طبیعی هستش، قتلایی که داره انجام میشه، اصلا همین خودمون که اصلا به فکر جون خودمون نیستیم یا هر کاری که میکنیم و اصلا به فکر بعدش هم نیستیم که بخواد اتفاق برامون بیفته. حالا هم که نمیدونم بیماری عجیب غریبی که میاد، تو اون دورم که اصلا بر اثر خنده میمردن، بر اثر رقص میمردن، اصلا خیلی عجیبه و این اتفاق دیگه نیفتاده ها و هیچ کس هم نفهمید از کجا اومد، بر چی رفت، اصلا چی شد. تنها دلیلش رو اصلا میگن که یعنی اینم نظریه است، نه چیزی که بخوان به حتم بگن، اینم نظریه است که حالا این رقصا بر اثر توهمی بوده که از یه قارچ حالا سمی گرفتن. بازم معلوم نیست اصلا دلیلش چی بود. اگر بخوای مثلا به خرافات دامن نزنی، نگی که مثلا این اتفاق حالا ماوراییه، خب دیگه آدم چی میتونه بگه؟ مجبوره بگه قارچ سمی بوده دیگه. اینم از یه رسیدگی کوچولو به موها و خب از اونجایی که من به شدت لبای خشک، چشمای خشک، پوست خشک ولی جوش به وجود آور و موهای خشک. حالا برای اینکه یه خورده به لبامونم برسیم، از این خشکی بیاد بیرون، من یه کار جدید برای خودم اختراع کردم. البته من اختراع نکردم، دیدم. میخوام یه کوچولو از این بالم لبمو بریزم توی ظرف کوچولو، بعدش یه کوچولو هم شکر میریزم، البته همچین یه کوچولو هم نشد ولی اب نداره، چون این اسکراب لبه، این داره اسکراب لب رو درست میکنه. منو اختراع کردم، تو حتی نمیدونی چی درست میکنی. الان 2000 تو افتاده. قشنگ با حالا من یه گیره دارم، حالا با قاشق کوچولو هرچی این بالم لبه رو با این شکر قاطی میکنیم که قشنگ اسکراب لب بهمون میده. یه اسکراب خونگی خیلی باحال، کافیه یه بالم لب داشته باشین، با شکر قاطی کنید. خب اینجوری یه اسکراب لب داریم که حالا من میذارم به لبم. خیلی مرطوب شد، خودش تاثیر داشت ولی به زور پاک شد. پدرم رو در آورد. خب رفتم پاکش کردم. این داستان تاثیر اجتماعی که روی هم دیگه میذارم، میگم خیلی واقعا مسئله جدیه و خب کمتر کسی بهش میپردازه. اصلا کلن هستش که میگن انسان خودش کلن یه موجود اجتماعیه و خب اجتماع هم که هزاران آدم جور و جور مختلف داخلشه. حالا شما فکر کن چه مسیر و چه نمیدونم غول‌هایی رو باید رد بکنی که تحت تاثیر این اجتماع قرار نگیری و بتونی توی این اجتماع خودت رو درست بکنی، همین چی رو ببینی، بفهمی و تصمیم آخر رو مثلا منطقی و عاقلانه بگیری. این واقعا باید خیلی آگاهی میخواد. به خاطر همینه که مثلا پدر مادرها اینقدر روی بچه هاشون هم حساسن، چون تاثیر اجتماع به شدت بالاست. حالا این چیزی که مثلا در مورد پدر مادر و اجتماع اینا رو میگم خیلی چیزای سطحی و پیش پا افتاده روزمره‌ایه که برای همه آدم ها از هر قشر و هر منطقه و هر فرهنگی مثلا هستش داخلش. ولی اون تاثیر اجتماعی مثل که مثلا باعث به وجود اومدن طاعون رقص میشه
یه قتل دست جمعی میشه یا یه قتل عام میشه، این خیلی مسئلهش بزرگه و هستش. یعنی چیزی نیست که بگیم نه مثلا استثناء وجود داره. باور کنید اینقدر بهمون نزدیکه و کنارمونه که خودمونم بدونیم مثلا باعث تعجبمون میشه. حالا میخوای وسط حرف جدی سیبیلاتو برنداری؟ برای شیپ کردن صورت اگر که جوش میزنید حتما یه دونه از این دسته تیغ صورت ها رو داشته باشید. من تا حالا بند ننداختم یا شیپ با مثلا چیزای دیگه انجام ندادم، کلا از اولش با همین رفتم جلو و واقعا هم خوب بوده. من پوست به شدت حساس دارم، خشک هست، جوش میزنه، لک میاره، منافذش باز میشه، بسته میشه، هزاران اتفاق برای این پوست من میفته. ولی خب برای این که صورتمو شیپ بکنم و هیچ اثر بدی نداشته باشه اینه، ولی خب با قاعده و اصولش باید بری جلو. همون که مثلا حالا با خواب موهات بری جلو، صورتت مرطوب باشه، خشکی نکشی که بخواد پوستتو مثلا خراش برداره و زخم نکنی. همین، خیلی کار خاصی نداره و اصلا موهای صورتت مثل موهای مردا نمیاد بیرون. این کاملا یه چیز خیلی غلطیه که جا افتاده میگن نه حتما این باعث میشه که صورت شما مثل صورت مردا ریش و پشم در بیاره. نه، اصلا به ژنتیک تو برمیگرده. موی صورت و بدنت هیچ ربطی به کاری که داری باهاش میکنی نداره. اگر هم داشته باشه مثلا تاثیر خیلی خیلی کمه که اونم روی یه سری ناحیه هاست، نه صورت. خب برای صورت هم که حالا یه عمقی یه تمیز باحالی بشه، پوستمونم یه رسیدگی بشه، یه دونه از این اسکرابا دارم که اسکرابش خفیفه. یعنی نه خفیف نیست، دونه نیست که بخواد تو متوجه بشی که داره پوست تو مثلا حالا لایه هاشو برمی داره. مثل یه کرمه ولی خیلی تاثیر خوبی داره. این تاثیر اجتماع، این قضیه‌ای که توی جمعیت تو تحت تاثیر قرار میگیری، حتی برای خود منم اتفاق افتاده. چه اینکه جزء اون جمعیتی باشم که تماشاگره و کاری نکرده، چه اونی که برام اتفاقی افتاده و جمعیت منو دیدن ولی برام کاری نکردن. یعنی هر جفتشو مثلا برام پیش اومده، تجربه کردم و خب میدونم که هستش و خیلی بده. حالا اونی که تو تماشاگر باشی خب آسیبی بهت نمیرسه، ولی این که تو تحت حالا مثلا فشار باشی، یه خطر داره برات اتفاق میفته. مثلا من خودم توی یه موقعیتی بودم که کمک میخواستم، جمعیت بودن، حتی ازشون کمک خواستم که مثلا کمک بکنم، چون که جمعیت میتونه یه مسئله رو مثلا یا حل بکنه یا حالا مثلا بیشترش بکنه یا کمترش بکنه، کلا تاثیر داره توی این قضیه. ولی خب این تحت تاثیر جمعیتی که من حالا برام پیش اومد، تاثیرش این بود که تفاوت شدم. خب این میگفت مسئولیت، چرا من گردن میگیرم مسئله، اون گفت چرا من گردن میگیرم، تو بکن، هیچ کدوم آخرش هیچ کاری نکرده و خب مثلا حالا اون اتفاق افتاده دیگه. ولی خب آگاه باشیم که تحت تاثیر جمعیت قرار نگیریم. حالا این مثالی که دارم میگم، مثلا کمک کردن رو آدم کمک بکنه، آگاه باشه توی یه جمعیت، اینجوری نباشه که تحت تاثیر جمعیت قرار بگیره، کاری نکنه برای هم نوع خودش، این کارو بکنه. ولی خب این به این معنی نیست که تو همیشه پیش قدم بشی توی جمعیت و بری سراغ، بری تو دل اون اتفاق. شاید اون اتفاق بدی باشه، شاید برای تو مثلا پیامده نمیدونم اشتباهی داشته باشه، شاید آسیب بزنه به تو به زندگیت. حالا به این منظور نیست که همه اتفاقا رو شما واردش بشین. آگاه باشید، یعنی آدم آگاه، خب کسی که آگاهه هم میدونه چی خوبه چی بده، کجا بره کجا بیاد، کدومو انجام بده کدومو انجام نده، هم خب تحت تاثیر جمعیت قرار نمیگیره. مثلا برای مثال موقعی که مدرسه میرفتیم، اگر تصمیم میگرفتیم تحت تاثیر جمعیت قرار میگرفتیم، درس رو نمیخوندیم یا مثلا کلاس رو میپیچوندیم و میرفتیم، آره مثلا اینا یه سری اتفاقاییه که حالا اینا پیش و پا افتاده است، ولی کلا اینا همشون اثرات اجتماعی دیگه.
خیلی خیلی چیزای دیگه. سعی کنیم تحت تاثیر اجتماع قرار نگیریم، خیلی خوبه. چیزای خوب اجتماع دریافت کنیم تو زندگی. اینو حتما بگیرید، برای جوشتون بزنید روی جوشتون رو از بین میبره. میذاریم که این ماسک روی صورتم خشک بشه و بعد میشورمش و حالا آبرسون رو مرطوب کننده. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونم ازتون، از همه حمایتاتون، لایک، سابسکرایب و کامنتاتون. دوستتون دارم. خودتون رو اولویت قرار بدید مثل همیشه. و اینکه یه زنبور داره خودش رو محکم میکوبه به پنجره، نمیدونم چرا میخواد بیاد تو. داشتم میگفتم و اینکه هیچ وقت تحت تاثیر اجتماع بد قرار نگیرید، آگاه باشید و تحت تاثیر این اتفاق قرار نگیرید. ما نمیدونیم، شاید یه اومدی خدایی نکرده یه اتفاقی افتاد که جمعیتی بود. ما آگاه باشیم و واردش نشیم و مثل همیشه عبور بکنیم از تمام اتفاقای بعدی که داره توی این کره خاکی میافته و امیدواریم که همه اون کسایی که توی این بیماری ها و اتفاقایی که توی دنیا افتاده، بیماریایی مثل طاعون رأس، خنده، کرونا، نمیدونم هر بیماری دیگه‌ای، روحشون توی آرامش باشه. دوستتون دارم. خدافظ.